پیش کردی. بله بله تمام شده ها. اینا دوستان عزیز نگاه کنید اول پوچه را ببینید چه خیلی ای را ببینید در این چلیکو یک چلیکی کلون موندگی نه دیگر چلیکو را همه را بریدگی گرفتگی دوستان عزیز التماس یاردم ممکنه هم جراحی ما بگذارم حد ان شاء الله در حقتون دعا میکنم سلامت باشه که رفتگی من نبود مجبور شدگی بود مرد در خونه فرزندو را نگاه میکنه زن در فدراسیون روسیه کار میکنه که یک بار در نام بیا و زندگی را پیش بره همین خیلی بود که همه شاهد حال بود نوار کردگی بود میسون ندارم نمیتونم شرایط کردم کار کنم بیسو زیغ میشم کردم سلامتی خوب بود سوز باشه میسون یک میرم یک سپوجنیکی میزول یکم کار میکنم کردم نمیشه که پوچه را در زمین مردن مرکز خدمت رسانی زیارت شب همه روزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. حالا نگاه کنین اینا برادر عزیزمون های خود شهر حصار نگاه کنین خدمت مشکل هر یک کدوم ما رو آسان گردونه ما یک نواری پیش هم کرده بودیم بچه اینا برادر همه پاچه را باید جراحی کنن نه؟ من پوچه را باید جراحی کنم عزیزانش شیوره باید جراحی کنن یه هفته با خودی برادر چی کنم در نمیکنه استا در میکنم میسوزه که جون خوب ندارم که شو ماز میکنم اینمید پیریکس سپید قطعی میشوم که جون این قشیده باین شکوف شده گنه بین پیش کده بله بله درون شده ها بین پیش کده گنه خداوند مشکلتون آسان کنه انشالله شهر مردم بسیار دستگیری میکنن. سلام علیکم دوستان و هواداران سونای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین خداوند نگهبان هر یکی ما و شما هستن بنده با شما هستم رحیم جان و برادری که امروز محتاج هر یک کدوم ما و شما شده از همتون احترام خواهش میکنم دوستان عزیز خاص از برای الله نوار لایک کامنت رو مونین بعد سو برای خودتون پیشنهاد کنید که انشالله امروز امید کلان دارم که بعد برادر عزیز ما میرسین. نگفتن اون دوستان عزیز برادر از خود شهر حصار اومده امروز جایی که ما نوار کردیم خونه یک برادر عزیز الله برکتش تیا اومد به شهر دوشنبه که یک دیگر علاج ندارم خواهش میکنم بعد ما برسیم. سلام علیکم اکا جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک کم تر بلندتر گپ زنین خودتون معرفی کنین از کجا میشه؟ من جلیف عبدالوکیل از شهر حصار راستی گپ هم پوچم جراحی کردن کار به هر شرایط مذهبی برادرای اهل اسلام غریبا برادرای خیرخواه از شما احتراماً خواهش میکنم که یک چی یاردم کنید که هم جراحی ما بگذارم. اینا دوستان عزیز نگاه کنین اول پوچه را ببینید چه خیلی ای را ببینید در این چلیکو یک چلیکی کلون موندگی نه دیگر چلیکو را همه را بریدگی گرفتگی دوستان عزیز با همین خاطر برای همه چی مهمه که سلامتی اکا جان یک بار پر معلومات دادم میتونه که این درد از کدام وقت در بدن شما از چی حساب شدگی؟ این درد از سن 3 سالگی در همین بدن من است در 38 سال شده که جان با همین حالی من که جان خیلی شکر الله میکنیم ان شاء الله شفا خداوند ان شاء الله میته برای از برادرها خواهش دارم که جان که یاردم کنید چند قیمتونه که جان خیلی ضرورت هستون یاردم کنید التماس که جان وقت شرایطم به حد وضبینه با هم خاطر مراجعت کردم خداوند جسگوی نکای رحمت خداوند رحمت کنه که زحمت کشید اومد هزار رحمت که جان هم که خواهش دارم برادرها التماس یاردم کنین هم جراحی ما بگذارم حد ان شاء الله در حقتون دعا میکنم. سلامت باشه اکا جان عزیز. ما برادران عزیز یک چیزی که ما طول چندین سال هم شدن یک سال هم شدن یک سال پیش نوار کرده بودیم برادر عزیز که شما دیدگی بودین که از حساب نبودن شرایط اویلاشون فدراسیون روسیه کار کنی رفتگی من
نبود مجبور شدگی بود مرد در خونه فرزند را نگاه میکنه زن در فدراسیون روسیه کار میکنه که یک بار در نام بیا و زندگی را پیش بره همین خیلی بوده که همه شاهد حال بود نوار کردگی بوده حاجی اویلتون که جدای اومدن چیکار اومدن همیشه دانه خیلی بود در مسکو با کم بیش دستگیری میکردن کم کم دستگیری میکردن که اومد دیگه اوزی هیچ کنیست که مثال یاردم کنم با هم خودیر برادر یاردم کنه که من جراحی مگذار اومد جون خیلی بود 3 فرزند دارم بودم مثال خینه مانده مکه جون جراحی را چقدر مبلغ گفته گنه که جراحی مکه جون 12000 گفتن 12000 سومون ماشاءالله اگر حاج همین 12000 سومون باشه دکترها تیارن کجا کدام بمرو خونه وای کردگی ان شاء الله تیارن همه آنالیزم سپویدگی میدگردو مکه جون میدگردو نام دکترتون گفتم میتونه که نام دکترم میدم جانی بیک اکای جونی این الله برکتش تیر شاید که نواری ما را مردم میدگردو تماشا کنن با بعدی نوارم دستگیری کنن دوستان عزیز سرچشمش از درون تند و صندلی که میکنن همین کودکی در 3 سالگی در همونجا غلطیدگی تو همین چیگو تا نمی خیلی درد عذاب و نمی خیلی زخم هایی هستن که هر سال ها رو میزنه و چندین جراحی ها هم کردگی نه 8-9 مرتبه کردگی مکه جراحی کردگی یگان بار میشه و که زیخشند وقتی که میبینی سلامتی را بیماری را در خونه محتاج دست نگرین یک مردی که باید ببره کار کنه خداوند هیچ وقت مرد محتاج نامرد نکنه میگه مثال خینه که اکا جون میشه و حالتی که میشه و اکا جون حالتی میشه مثال در خونه فرزنده چی میگن مثال سرلی بوس میگن مثال ندارم نمیتونم شرایط اکا جون کار کنم مثال زیغ میشه اکا جون سلامتی خیلی بود ساز باشه مثال یک میرم یک سپوجنی که میزول یکم کار میکنم مگه جون نمیشه که پوچه را در زمین مونده نمیتونم مگه جون پیش یک کم تو سوز بودن چی کار میکردی یکم کار میکردی پیش های ساز بودن که جونم کم کم سپوجنی که میکرد مگه جون یعنی پوپشی دوزا در کجا میکردی خونه ده اما خونه ده حسار در میکردم مگه جون کم کم دیگه پوچه که غم داد ایدم این پوچه دیگه نتونستم مگه جون اوار کرد حاجی یعنی دیگه راه گشتن هم نمیشه ها زخم کلان نیست درون شکوف هر سحر میخیزم مکه جون مثل تورت کنی پوچه را میمونم شلوک کرده پونی خون میشه وکه شد نمیتونم گشتم نمیشه ها گارانتی دادن که بعد جراحی میشه و سوز چخیل میشه وکه یا زخم با میتونه که بسازه دیگر چی گفتم؟ نه انشالله گفتن امی اپیراسیون دارم یک گرفتن جان زخم بود من بالای پوچه پوسته ایجا دوختم انشالله گفتن میکنیم همیره چیلیکو را چه میگیریم پوستی همیره در همینجا میدوزیم دیگه پوست نمیشه و اینجا گفتن حاضر ایدتا چیلیکا میبرن میگیرن یا می گوشتن پوستی همیره در همینجا میدوزن یا میبرن هر چه میگیرن از حساب پوست نداشتن همین خیلی زخم میشه اگر محکمش کنن دیگر این خیلی زخم نمیشه و نه انشالله اگر بکنن مثل خیلی سوختگی پوست خیلی باید که مادر زوته و دیگه هر سال غم میتیه با انشالله به هر حال گفتم ما یک کار میکنیم که همین محکم شد یعنی آخوز یک چرک زرده و دیگر چیزها نداره فقط همین خونروی و همین خیلی محکم نشیدن ها چرک زرده و کم کم هست خون هم میشه و اینجا شکوف شده دیدیم پیش کدگی مکه جون این هم خیلی اکه جون خیلی همین شرایط دوستان عزیز ما از شما میلیون طلب نمیکنیم هر کس به قوت تواناییش به خدا قسم خینه هر یک نفری را میبینیم پیشمون میام مراجعت میکنم مثال شما بعضی نفر میگه ما کار نداریم مردم غریب میدونم برای شما قینه ما همتون اگه نمیزنه هست نفرایی که خاص از برای الله میخوان که کمی سرمایه‌گذار باشن در این خیر کارهای خیر دوستان عزیز یک چیزی که اول زنگ زنین رقمای برادر عزیز میمونم پرسین نفرانی که شرط شرایط دارین برین خونه و درش بینین دوستان عزیز با خدا قسم یگون چیز به سلامتی نمیبره برای چی ما زنگ میزنن یک فرزند رو ما شوهرم جداش دیگه خونه ندارم ما برای خونه نوار نمیکنم برای چی که دوستان عزیز انسان به خونه و گشنه و تشنه زندگی کردن میتونه لیک به سلامتی نه اگر میلیون داشته باشه یک روز اگر بعضو یک بدن درک نمیگه که میلیون ابتوم سلامتی ما بخرم با هم خاطر خاک پای هر یک کدام شما میشم نور علی که کمیتر پدری سکنن محتاجی انمون نامردایی که در زندگی هستن نشما همین جراحی پدر خوب بگذرونیم بالای سری فرزندکاش باشه 3 فرزند داره الحمدلله زندگی آباد داره دوستان عزیز با این خاطر قینه که مثال 3 فرزند به پدر مونه یک چیزی هست که درد غم هم خیلی ناموس هم یک چیزی بهترینه که وقتی که فرزند در دست بچه همسایه یک چیز میبینه نمیتونه گرفته مثال
oila در خونه گپ زد میشه و دیگر میشه. این وقتی که مرد محتاجه به خدا قسم هر یک مرد گپش میزنه خاک پای هر یک کدوم چم فقط امروز محتاجه دستگیری کنید هر شب پروردگار میتونه این رایتون نبرانه که خیر پولی یگان انسان کم نمیکنه برعکس زیاد میکنه. کارت داری برادر عزیز کویا برو میبروش برادر. اینا دوستان عزیز شامستی کرد دوشنبهستی در نوع نسب کی هست؟ نمون یک بار گپ زدم میتونه آقا جلیلوف عبدالوکیل حیاتویچ. جلیلو عبدالوکیل حیاتویچ. در کدام نمره پیوستن؟ 907 907 39 39 598 598. همین در زنگ واتساپ برون میتونه که حالی تو بنا که ماشین نیستی دروغگو نیستی دیگر میتونه کجان ها بدیلی پر کجان زنگ بزنی مثال نشون میتونم حالت مکجان دکردم شرایط مکجان میتونه زنگ بزنن آقا کجان گیرون تلفنم هست. خداوند مشکلتون آسان کنه. دوستان عزیز کارت دوشنبهستیش رقمو شما میخونم 97 62 00 00 91 07 20 32 رقمای کارتای برادر عزیز زنگ زنید دوستان عزیز. الحمدلله 12000 اگر که همین ویدیو 20000 پراسموتر بگیره یاسمی پارتوی 20000 میشه یک سیمی دوستان عزیز. الحمدلله که باید پراسموتر زیاد شود دستگیر کنه بهتر خوبتر میشه. ما میبریم جراحی کردن خانه آوردن همشه برای شما نوار میکنیم. یک کار ما گرفتیم توفره میگیریم. با همین خاطر پدر ناامید نکنین. همه کسا نوار لایک مونه کامنت کنین بعد دوستا برفتون پدیدی سکنین بهتر میشه. چی گفتن ان شاء الله کجان دستگیری کنه لایک مونه برادر علی اسلامیت یوردم کنیم جراحی ما بگذارم کجان بود وقتی سولا پیرسام چه مکر همین سول انشالله که پیرسام بونشون میتیم ماشه تو. یعنی این پول برای کیسه شما نیست برای سلامتیتون. ما میتونیم که پرامای پیش ما مدگردو دکتر بدیم اجازه میگیریم که این پول ما نیست پول مردم ما میخوام که فقط دلیلش قطعی شما میتیم مکر توغریه کجا در خانواده پدر مادر اکا و دادرها زید نبودن برای نوار کردن برای دیگر همش میدونه یعنی آگاه هستن. با همین خاطر ان شاء الله که امید کلان دارم که امروز پدر خوشحال میکنه خداوند همه شما را خوشحال میکنه. با همین خاطر دوستان عزیز خیر تا برنامه آینده یک دعای خیر برای برادرایی که سمیخشون گذاشته نکرد خداوند پیشکار نکشوده کنه. خداوند کلی غریبا را در حفظ امان خدا نگهدار پیشکارش کشوده کنه. ساخ و سلامت با سری برند با وقت خوش به نزد پدر مادر اهلیار خداوند برگردون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک. دوستان عزیز الله یار مددگار تو خیر تا برنامه آینده.